چه خوب است که آدم هر صبح با چهچهه صدای پرندگان از خواب بیدار شود. این صبح من از سر اتفاق با صدای چهچه پرنده‌ای که در روبروی پنجره خانه در شاخکی گل بادام نشسته بود و با خود فریادی از صدای بهار داشت من را از خواب بیدار کرد. منم لحظه‌ای از خواب برخاستم و رفتم آهسته کنار پنجره را باز کردم. نگاهی به گلهای گل بادام دوختم و گوشی سپردم به صدای شیرین و گیرای پرنده چنان آرام و چنان گیرا آواز می‌خواند که انگار بهار را در تون صدای خودش برای من ارزانی می‌کرد. لحظه خوب، عالی و گویا رمانتیکی بود. همچنان در کنار پنجره نشسته بودم. باد صبحگاهی آهسته و آهسته می آمد و عطر گل بادامی کنار پنجره خانه را به خوبی در مشامم حس می کردم. همچنان صدای پرنده گیراتر می شد و این گیرایی در من چنان اوج گرفت که من هم با چند کلامی پراگنده خواستم که هم صدای پرنده و عطر گل بادام شوم. منم فریاد صبحگاهی در طلوع این صبح از بهار شوم. چند لحظه‌ای کنار پنجره با خودم هم نوا با صدای پرنده فریاد کشیدم تا وجودم را آرام کنم.